به نام خدا. سلام. تو این مبحث آموزشی میخوام بهتون یه روتوش خیلی سریع و عالی رو با حفظ بافت پوست بهتون آموزش بدم. ابتدا برای این کار از لایه عکسمون یه کپی میگیریم، کنترل جی میزنم که یه کپی گرفته بشه و برای اینکه بتونم این لایه رو اینورس بکنم کنترل آی رو میزنم که اینورس بشه. بلندینگ مود این لایه رو روی حالت ویوید لایت تنظیم میکنم و اوکی میکنم. از منوی فیلتر قسمت آدر های پس رو انتخاب میکنم. توی این قسمت باید مقداری رو بهش بدیم که بتونیم بافت پوست رو حفظ کنیم و خیلی تصویر رو حالت مات یا بلور نشه. اینجا یه اندازه میتونیم بدیم که تصویرمون مناسب باشه. از یه جایی به بعد وقتی بالاتر میره کلاً پوست از بین میره. مقداری رو که باید بهش بدم برای این تصویر تقریباً عدد بین 20 تا 21 اوکی هست. من عدد 20 رو میدم و اوکی میکنم. حالا برای اینکه بافت پوست رو الان نگاه کنید، تصویر من حالت تاری گرفته و بافت پوست رو از بین برده. یه مقدار زوم میکنم که ببینید. برای اینکه بتونم بافت پوست رو جدا کنم میرم از منوی فیلتر و قسمت بلور و گاشن بلور رو انتخاب میکنم. بلور، گاشن بلور. از توی این قسمت باید یه عددی بین تقریباً 5 تا 7 تنظیم کنیم. من دستین رو یکم تغییر میدم. ببینید بافت پوستتون به دست میاد. تقریباً عدد 5 و نیم برای تصویر من مناسب هست و اوکی میکنم. ببینید این قبلش بوده و این بعدش. حالا برای اینکه بتونیم چشم‌ها رو یا مثلا ابروها یا لبا رو از حالت تاری در بیاریم و نمیخوایم این فیلتر روش اعمال بشه، باید این لایه رو ماسک بکنم. روی ماسک کلیک میکنم که لایه ماسک بشه، کنترل آی میزنم ماسک من اینورت بشه و حالا با استفاده از ابزار براش و رنگ سفید این فیلتر رو روی صورت قسمت هایی که نیاز هست اعمال میکنم. کلیک راست میکنم، سایز براشم روی مقدار تغییر میدم، هاردنس رو روی 0 میذارم، اوپاسیتی روی 100% باشه، فلو 100% و حالا میتونید تصویرتون رو فیلتر کنید. روی قسمت هایی که نیاز هست میتونید فیلتر رو بکشید. یه سری از قسمت های پوست خال یا جوش اگر داره بعداً میتونیم با ابزار اسپات هیلینگ براش اینا رو هم حذف کنیم. برای این قسمت یه مقدار سایزش رو کوچیک‌تر میکنم. این جوشایی که میبینید با فیلتر از بین نمیره بعداً با اسپات هیلینگ براش میتونیم روشون کار کنیم. خب من یه بیفور افتر بهتون از تصویر نشون میدم. بیفور افتر. تا الان خوب پیش رفتیم. فقط این قسمت های جوش ها و لک ها رو باید از بین ببریم.
بعد از اینکه فیلتر رو کامل روی صورت اعمال کردین میتونید با ابزار اسپات هیلینگ براش این قسمت های جوش و لک ها رو هم از بین ببرید. حالا برای اینکه بتونم از ابزار اسپات هیلینگ براش استفاده بکنم میام کنترل آلت شیفت ای رو همزمان میگیرم که تبدیل به یک لایه بشه عکس من. حالا روی این عکس با ابزار اسپات هیلینگ براش انتخاب میکنم، سایزش رو یه مقدار تغییر میدم، زوم میکنم روی این قسمت ها و قسمت ها لک ها رو هم روی صورت حذف میکنم. لک های اضافی اگر هست روی صورت میتونید حذف کنید. اینجا هم باز یه خال هست. یکم روی صورت هم زوم کنیم، اگر جای لک هست میتونید حذف کنید. به همین راحتی تونستیم یه روتوش خیلی سریع رو انجام بدیم. یه بیفور افتر من نمایش میدم. بیفور افتر. بافت پوست هم حفظ شده. بیفور افتر. شما خیلی راحت میتونید با استفاده از این آموزش تصاویرتون رو روتوش کنید و خیلی سریع کارتون رو انجام بدید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.